عبدالرازق اوازخان و شامل نورس تاجک شام 24 اکتبر در بلگراد پایتخت سربستان در مراسم آغاز چمپیونات بوکس جهانی بین مشتزنان هوسکار هنرنمایی کرد. عبدالرازق در صحنه شتارک آرینا یک ترانه ترکی و هم ترانه مشهور شادروان مبارکشاه میرزاشاه ایارم بیا را اجرا کرد و سزاوار کفکوبی های گرم شد. او در صحنه با کلاه سرخ و عینک های مد هنرنمایی کرد. با قرار اتحادیه بین المللی بوکس غیر کسبی چمپیونات جهان در 13 وزن برپا کرده شد. چمپیون های جهان هر کدام $100,000 جایزه خواهند گرفت. برای برندگان مدال های نقره $50,000 و به برندگان مدال های برنجی $25,000 جایزه داده می شود. در عموم برای جایزه های چمپیونات جهان $2,600,000 جدا کرده شده است. عبدالرازق یک آوازخوان جوان زاده پنجکین است که 17 سال و همگی 1 متر قد و 17 کیلو وزن دارد. او با سرودخوانیش در بازار پنجکین نام برآورد و 2 سال پیش رپسرای شناخته بران عبدالرازق را به دوشنبه آورده ترانه‌هایش را توسط استودیو و کانال اولاد میدیا ثبت و نشر کرد. حالا ترانه‌های عبدالرازق در یوتیوب هر کدام چندین میلیون تماشابین جمع می‌آورند. شهرت این آوازخوان نورس تاجک 2 ماه پیش در پی اعلان جنگش با بلاگر نیز خورجوسه از داغستان خسبالله به بیرون از تاجکستان را یافت. آن جنگ در نهایت دایر نشد، ولی آوازه عبدالرازق چنان عالم شمول شد که او را اکنون به جشن و تنتنه‌های بین المللی دعوت می‌کنند. ماه آگوست مقامات امارات متحده عرب به عبدالرازق ویزای طلایی تقدیم کردند. او با این ویزا می‌تواند 10 سال در حدود امارات از جمله در دبی و ابوظبی بدون ویزا کار و اقامت کند. عبدالرازق میگوید اولین نفر از تاجیکستان است که مقامات امارات چنین ویزا تقدیم کردند. حالا عبدالرازق در اینستاگرام 1.5 میلیون پیرو دارد و ترانه‌هایش در اینترنت چند میلیون تماشابین جمع می‌آورند.